ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليه ما أمكنه شراء. برای طالب علم لازم است که کتاب‌هایی که به آن حاجت دارد آنها را حاصل کند. یعنی طالب علم یکی از اصول علم این یا وسایل علم، یکی از وسایل تحصیل علم این کتاب است و طالب علم باید کتاب داشته باشد. بنابراین گفتن که کتابی که به آن احتیاج دارد آن را حاصل کند، اگر امکانیتش باشد خرد کند، یعنی به طریق خریدن. و الا فاجارتون او عاریتون، اگر به خریدن امکانیت نداشته باشد اجاره گیرد. اجاره یعنی به پول، یک روزی یک کتاب فلان مقدار مثلا، یا یک ماهش فلان مقدار اجاره گیرد. او عاریتون، یا عاریه گیرد. عاریه یعنی بی پول، از یگان انسان طلب میکند که به مدت 2 روز یا 3 روز یا 1 هفته فلان کتابتون رو به من عاریه دهید، من خوانده برایم گشته به شما برمیگردانم. گفته گیرد. لانها آلت التحصیل، چون کتاب آلتی حاصل کردن علم است. ولا يجعل تحصیلها و کثرتها حظه من العلم، کتاب حاصل کردن و کتاب جمع کنی را نصیبش از علم نگرداند، یعنی با همین کفایتی نکند. فکر نکند که کتاب خرید یا کتاب جمع کرد یعنی که معناش اینه که علم دارد. نه. و جمعها نصیبه من الفهم، جمع کردن کتاب را نصیبه از فهم فکر نکند. کما یفعله کثیر من المنتحلین للفقه والحدیث، خیلی که بسیار آدمایی که دعوای علم حدیث و علم فقه میکنن همین خیلی گمان میکردن که جمع کتاب کفایه هست. نه،